سلام دوستان عزیز، اینجا خانه طباطبایی ها در شهر کاشانه. اینجا ورودی خانه طباطبایی ها هست. این خانه 4730 متر مربع وسعت داره و به سفارش سید جعفر طباطبایی در حدود سال 1350 هجری قمری ساخته شد. معمار و طراح این بنا علی مریم کاشانی بوده، کسی که خانه بروجردی ها را هم طراحی و ساخته. مدت 10 سال طول کشیده تا این بنا به ثمر رسیده و ساخته شده. چون صاحب خانه در کار تجارت فرش مشغول بوده، نقوش گچبری از نقش‌های فرش ایرانی و گل و مرغ اسلیمی الهام گرفتن. این خانه مشتمل بر 4 صحن و حیاط میشه که حیاط مرکزی متعلق به قسمت بیرونی و 2 حیاط متعلق به اندرونی و 1 حیاط متعلق به خدمه بوده. این خانه شامل 40 اتاق، 4 حیاط، 4 سرداب یا زیرزمین، 3 عدد بادگیر، 2 رشته قنات داره. این گچبری های زیبا زیر نظر استاد صنیع‌الملک انجام شده که از ظرافت و طراحی های بسیار زیبایی استفاده شده. حیاط بزرگی که به طرف شاهنشین و محل زندگی طباطبایی ها متصل شده. به هر بخش خانه که گام میذاریم ذوق و هنر معماران بزرگ رو در اون میبینیم. گچبری های زیبا، درب های زیبا، ورودی های زیبایی رو میبینیم که چشم هر بیننده‌ای رو خیره میکنه. استفاده از طراحی هایی که در فرش به کار برده شده زیبایی این بنا رو 2 چندان کرده و منحصر به فرد شده. سراسر عمارت پر از گچبری ها و آینه کاری های بسیار زیبا با نقوشی که برگرفته از فرش اصیل ایرانی هست در این بنا دیده میشه. این عمارت به عنوان یکی از خانه های اصیل ایرانی اسلامی شناخته میشه و یک شاهکار بی‌بدیل در معماری ایرانه و شاهکاری که تاکنون چندین بار مرمت شده و در حال حاضر با شماره 1504 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. بخش بیرونی مختص پذیرایی از بزرگان و مهمانان بوده، در عین حال بسیار مجلل و باشکوه و تزیینات چشم‌نوازی داره. بخش اندرونی معمولا محل زندگی و رفت آمد صاحبخانه بوده. ضمن رعایت حریم خانواده ارتباط با بخش دیگر ممکن بود. در این بخش افراد حق ورود به داخل رو نداشتن. معمولا تزیینات ساده بی آلایش صورت گرفته. بله، و اینجا قسمت پنجری کنار تالار بزرگ هست. اتاق پنجری که اتاق نشیمن هم بهش میگفتن، متصل به اندرونی زمستانیه. فضایی برای پذیرایی از مهمانای خصوصی بوده. به بخش اندرونی هم مشرف بوده. خب اینجا تالار بزرگ یا شاهنشین هست که زیباترین قسمت خانه طباطبایی ها هست. محلی برای برگزاری جشن ها بوده. این بخش به عنوان تالار بزرگ یا اتاق شاهنشین شناخته میشه. به سبب وجود قطعات زیاد آینه در میان گچبری ها به تالار آینه شهرت داره. در 2 طرف اتاق شاهنشین اتاقهای موسوم به گوشواره قرار داره که هنگامی که تعداد مهمان‌ها کم بودن
برای سکونت مهمان‌ها استفاده می‌کردیم و این قسمت مرتفع ترین قسمت شاهنشین هست. گچ‌واری های بسیار خیره کننده و زیبا که از یک نظم به خصوصی برخوردار هستند کنار هم چیده شدن نقاشی هایی که از فرش اصیل ایرانی نشأت گرفتن و میرسیم به قسمتی که حیات مرکزی خانه هست. به قسمت بیرونی بنا راه داره، دارای 2 حوض مستطیل شکل، 6 باغچه 8 ضلعی. این حوض علاوه بر آبیاری درختان برای استفاده ساکنان خانه هم نقش مهمی داشته، در زیبایی عمارت نقش ایفا می‌کرده. در دو طرف این حیاط اتاق‌های زمستانه و تابستانه قرار دارند که منتهی میشه به شاهنشین. اینجا تالار آینه هست با نقوش و آینه کاری بسیار زیبا است که جلوی شاهنشین محسوب میشه. بسیار نقش های زیبایی با آینه کاری های جذاب، پنجره های زیبا، نقوش زیبا. حوض مستطیل شکلی که روبروی شاهنشین قرار داره، 2 تا حوض مستطیل شکل در وسط حیاط که زیبایی خاصی رو به عمارت داده. اینجا دستگاه بافندگی سنتی هست. دوستان استادکار داره پارچه های نخی میبافه، چله کشی که انجام داده با کمک دست و نخ میتونه پارچه های ابریشمی یا هر نوع دیگری رو تولید بکنه و بسیار جذابیت خاص خودش رو داره. امیدوارم شما بتونید یه روزی به این مکان دیدنی سفر کنید و از جاذبه های گردشگری این مکان دیدنی لذت ببرید. دوستان اگر قصد سفر به کاشان رو داشتید و خواستید از جاذبه های شهر کاشان دیدن کنید، سعی کنید فصل بهار به این شهر مسافرت کنید که هوا تقریبا معتدل هست و میتونید غیر از دیدن آثار تاریخی شهر
کاشان میتونید از طبیعت کاشان هم بهره بگیرید و از فصل گلابگیری که فصل بهار هست بهره ببرید و از گلاب‌های دو آتشه شهر کاشان هم استفاده کنید. دوستان عزیز، برای اینکه بتونیم مکان‌های گردشگری رو برای شما به تصویر بکشیم و شما هم از مکان‌های دیدنی ایران لذت ببرید، زنگوله رو فعال کنید که هر وقت محتوایی از مکان‌های گردشگری تولید کردیم اطلاع پیدا کنید و شما هم در کنار ما از مکان‌های دیدنی لذت ببرید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما کامنت کنید. ویدئوی بعدی ما که در مورد حمام فین کاشان هست رو از دست ندید. تا برنامه بعدی، بدرود. خروج